تن که به شیر رحمت ناظری تعلق دارد آغاز نموده بودم. این سرود این طور صدا میداد: بی تو من بی آشیانم ای وطن، بی تو من بی جسم و جانم ای وطن، شکر آن کی با منی و با تو هم، با تو باشم یک جهانم ای وطن، شکر آن کی با منی و در تو هم، با تو باشم یک جهانم ای وطن. هنرپیشه خلقی تاجیکستان بهادر نعمتوف از زمره موفق‌ترین سرایندگان کشور است که در رشد صنعت موسیقی و آوازخوانی سهم مؤثر می‌گذارد. سرود و ترانه‌های او شنونده را اسیر خود می‌کنند، دلها را به شور و شوق می‌آورند، روح را بالیده می‌نمایند، به گلبوغ هستی تراوت و نزاکت خاصه می‌بخشند. او می‌کوشد با آهنگ و ترانه‌های ایجاد نموده خود به خواهش و نیاز و آرزو و امید مردم جامعه عمل پوشاند و بر حق در این راه موفق و کامیاب است. صدای مرموز و جانفزای بهادر نعمتوف به ذهن و دل شیفتگان لحنی گوارا و سبک شیوای و تاجیکانه آوازخوانی احساس زیبا پرستی و فرح را ارزانی می دارد. عشقی من مرشانی من، خوش آمدی خوش آمدی ای دردی به درمانی من، خوش آمدی خوش آمدی ای دردی به درمانی من، خوش آمدی خوش آمدی. با بوی افشانی گله، با بوی بریانی دله، ای بادی سرگردانی من، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. بادا سگ‌های بهار با پیکینه کی روزگار، بر گوشه ایوانی من، خوش آمدی خوش آمدی، بر گوشه ایوانی من، خوش آمدی خوش آمدی. منم قلبو منم ای ابری من بارانی من، خوش آمدی خوش آمدی ای ابری من بارانی من، خوش آمدی خوش آمدی. من با تویم کوهی بلند، من با تویم روحی بلند، ای میلی کوهستانی من، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. من آدمم گیرنده ام، من با محبت زنده ام، عشقی جاویدانی من، خوش آمدی خوش آمدی عشقی جاویدانی من، خوش آمدی خوش آمدی. عشقی من مرجانی من، خوش آمدی خوش آمدی ای دردی به درمانی من، خوش آمدی خوش آمدی ای دردی به درمانی من، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. 50 سال می شود که با موسیقی، با سرود، با هنر، با شیوه و تاجیکانه آوازخوانی سهم مؤثر در رشد صنعت موسیقی و آوازخوانی کشور است. از زمره موفق‌ترین سرایندگان کشور است که در رشد صنعت موسیقی و آوازخوانی سهم مؤثر می‌گذارد. با هنر،
با مردم همقدم و هممرام است. در طول این سالیان دراز البته به صحنه هنر بسیار هنرمندان آمدند و رفتند، حتی فراموش شدند، اما دیگر هنرمندان بسیار شناخته و بسیار زحمتکش که یکی از آنها بهادر نعمت است تا امروز در صحنه هنر سرافرازی میکنند. سبب چنین دیرپایی بهادر نعمت در صحنه هنر با فکر من آن است که پیش از همه او صاحب استعداد کامل است. البته هنر و زحمت و سعی و تلاش لازم هستند در جای خود، اما استعداد شرط اول است و دیگر هنر و سعی و تلاش میتواند استعداد را صیقل دهد. بهادر نعمتوف با عالم موسیقی کسبی هنگام دانشجوی دانشکده دولتی فرهنگ و هنری تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده بودنش وارد گردیده بود. او در این بارگاه هنر از حساب دانشجویان گروهی را سازمان داد. نخستین ترانه‌هایش را در خانه رادیو بلینتای آواز با هیئت همین گروه ثبت نمود. اینچنین در آوان دانشجویی او پیوسته با ارکستر استرادی گلشن می آمد، زیرا هنوز از ایام طالب علم دبستان بودنش آرزو داشت که آوازخوان این ارکستر شود. دنیای جوانی، قدم‌های اول با صنعت، آهنگ‌های اول، سرودهای اول در دوره جوانی من ایجاد شدن و این دوره را من هیچگاه فراموش نمی‌کنم. این دوره طلایی من بود. خروشی موج دریای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماست رنگین، تو سازی تار عمری آدمانی، جوانی جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی ای جوانی. وقتی که در امتحان اول من این سرود رو خواندم، دکنی همون وقتا محرم فیضویچ در همونجا اشتراک کرده بودن. من اون کس رو نمیشناختم و اون کس در دیگر امتحان ها بر من یعنی که کمک رساندن. من حس کردم که اون کس به من کمک رسانده ایستادن، چون که ممکن همین سرودی من معقول شد، مهارتی من معقول شد و گفتن که همین دانشجو در همین جا باید خواند. و بعد از اون در دوره دانشجویی من سرودهای دیگر ایجاد کردم. در کجای دلبرم، من تو را خوشبخت دنیا میکنم، گفتم غم تو دارم. سرود شب خیر نیز در دوره دانشجویی من ایجاد شده. بهادر نعمتوف دانشکده را با بهای خوب و علا ختم نمود و به دعوت راهبری بدیعی ارکستر استرادی گلشن خونیاگر ممتاز عارف شاه عارفوف در ارکستر مذکور به فعالیت پرداخت. بعد از ختم اینستیتوت صنعت سال 1977 مرا استاد عارف شاه عارفوف با ارکستر گلشن دعوت کردند و من با ارکستر گلشن به کار آمدم. این همه اینها در دوره جوانی من گذشته است و برای من حساب میکنم که این دوره جوانی من یک دوره حقیقتا هم طلایی بودن. شبنم گل نار بیا ببالینم، آیا نار نار بیا ببالینم، شبنم گل نار بیا ببالینم. هر کابل زد من سری دارم، در خانه عشق دلبری دارم. هر کابل زد من سری دارم، در خانه عشق دلبری دارم. وای سبز بهار بیا ببالینم، شبنم گل نار بیا ببالینم. وای سبز بهار بیا ببالینم، شبنم گل نار بیا ببالینم. نار نار بیا ببالینم، شبنم گل نار بیا ببالینم. آی نار نار بیا ببالینم، شبنم گل نار بیا ببالینم.
غمت خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید ما را ز غمت خانه می آید بر موی سیاه شانه می آید ای سبزی بهار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم ای سبزی بهار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. می توانم با افتخار بگویم که من مخلص سرودهای او هستم، مخلص آواز او هستم و همیشه وقت سرودخانه او را می شنوم فرح و شادمانی در می یابم. بهادر نعمت سالیان دراز است که در عرصه صنعت، در صحنه هنرنمایی می کنند. در حدود تاجیکستان، بیرون از حدود تاجیکستان کدام عروسی، کدام جشن نشود بهادر نعمت در این جشن ها شرکت دارد با سرود شب بخیر. این گونه همنفس و همدم همیشگی مردم بودن نه برای همه دست می‌دهد که این سعادت بسیار بلند است. او توانست که در عالم موسیقی استرادا با سعی و تلاش تا سالهای 80 عصر گذشته یعنی در آوان جوانی موفق گردد. خود سرود شب بخیر کفایه است که ما او را همچون سراینده صاحب کسب اعتراف نماییم. ضمناً باید بگوییم که از سال 1975 این جانب با این سرود هزاران هزار سور و بزم‌ها، محفل‌ها انجام یافتند. اگر یگان آماری باشد بیشبه این سرود با بیشتر صدا دادنش وارد کتاب رکوردهای گینس می‌گردد. این گونه شاه اثر، این گونه دردانه حتی در حیات ایجادی یک نفر ایجادگر هم زیاد بوده نمیتواند که از این گونه دردانه در حیات ایجادی یک شاعر، یک رسام، یک سراینده 5 تا 10 تا 20 تا باشد. میتواند سرودهایی باشند که در یاد مردم هست، آنها رو گشته و برگشته میسرایند، اما سرودی که همیشه در کار باشد، این صفتی بسیار مهم است. در کاری بودن آهنگ، در کاری بودن متن استاد بزرگوار ما لایق شیرعلی، در کار بودن سازنده این آهنگ و این سرود، یعنی مبرم بودن. می شود که یک چیزی که بسیار زیبا هست، بسیار دلکش هست، یک زمان میگذرد ما رو در یک جای بسیار محترم میمانیم، کم یادش میکنیم، اما چیزی است که همیشه برای ما ضرور است. سبب اصلی چنین شاهکاری ها صداقت است. صداقت محبت به مردم، صداقت محبت به هنر، صداقت محبت به اون وظیفه‌ای که هنرمند در نزد ملتش دارد، در نزد تاریخ ملتش دارد، در نزد آینده ملتش دارد. دل او سرشار از عشق است و گویا نبض حیاتش را عشق به نظام می آورد. سراینده در سرودهای خود بیشتر عشق را وصف و ستایش نموده. او عشق را که تنها این احساس از موسیقی مقتدرتر است وصف می نماید. ولی از نگاه او عشق هم موسیقی است. عشق او از هوای آهنگ نفس می کشد و آهنگ‌های او از هوای عشق. او سرود را به عشق و عشق را به سرود ترجیح داده است. آره، محض عشق و مهر است که انسان را به کوی زیبا پرستی، به دنیای فرهنگ و معرفت، به عالم معانی و به انجام کارهای نیک هدایت می کند. چشم سیاه داری، شیرین نگاه داری، ناز و ادای روشن، عشق پناهی داری. چشم سیاه داری، شیرین نگاه داری، ناز و ادای روشن، عشق پناهی داری. ناز و ادای روشن
چشم عشق پناهی داری. صنعت موسیقی و آوازخوانی شخصا برای من که من کسبم را بسیار دوست می‌دارم، برای من آبروی اعتبار داد. پیش از همه دوستان زیادی پیدا کردم، من مخلصان زیادی پیدا کردم و صنعت برای من همه چیز را داد. هم دولت داد، هم ثروت داد، هم حرمت احترام داد. بهادر نعمتов با کمپوزیتوران تاجیکستان خیرالله عبداللهیف، زیادالله شهیدی، طلب ستار، فتا آدینه و دیگران کمپوزیتورها یکجایی کار کرده اثرهای آنها را بسیار ثبت کرده در تلویزیون برآمده برای خلق خواندن. هنرمندی مردمی تاجیکستان بهادر نعمت دو مرحله بسیار برکمال هنری سرایندگی را طی کرده است. یکی اون که در ژانر استرادا در هیئت ارکستر آوازدار گلشن به درجه های بلندترین رسیده است همچون هنرمند، و دیگر اینکه در مرحله دوم یک سبک در زمینه البته هنری که بوده است، در زمینه هنری اون تجربه بسیار غنی استرادی در اون زمینه با تکیه بر بزرگان بمانند اکا شریف جورایف، معروف خوجا بهادر، استاد بای محمد نیازف، اینها و باز هم با سبک خودش یک راه و یک سرودهای ایجاد کردند که شنونده ها من در شمال و جنوب در هر جای تاجیکستان چندین بارها شنیدم که میگن که بهادر نعمت یک حافظ نو شده است. گروشی موج دریای روانی، روانی بر وجود زندگانی، تو هستی که حیاتی ماست رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، جوانی جوانی هی جوانی، جوانی جوانی هی جوانی. سرودای جوانی، سرودای باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، سرودهای مایده مایده میرقصی، همین سرودهایی که بهادر نعمتов ایجاد میکردن یکی از شنوندهای اولینش این ما میباشیم. من بسیار خرسند هستم که با بهادر نعمتов دوست هستم. برای رشد هنر سرایندگی بهادر نعمتов محیط اویله و مکان زیست نیز سهمگزار است. قبلگاه او گرچنده که صنعتکار نبود هم ولی به سرود و موسیقی میل و رغبت خاصه داشت. او بیشتر ترانه های استاد صنعت معروف خوجا بهادرف را دوست می داشت. همین صنعتکاری پدر باعث گردید که فرزندان به صنعت مهر بستند. من با بهادر نعمت از آوان جوانی آشنا هستم. ایشان در یک عائله به وای رسیدن که اونجا همه شعر دوست و موسیقی دوست و اهل فرهنگ بودن. ایشان اولین سروده های خود، اولین تصنیف های خود را برای ما پیشکش میکردن. وقتی که ما پسند کردیم بعد برای عموم میخواندن. از جمله اولین تصنیف هاشون که اینکه هنوز دانشجوی دانشکده صنعت به نام ترسونزاده بودند با واسطه رادیو و تلویزیون برای مردم پخش شده بود و همونجا خصوصا شخصا من چنین برای خودم نتیجه گرفتم که بهادر با یک راه می روند که از اون راه کسی نرفته است. اون کس به کسی پیروی نمی کنند. هر چی تصنیف می کنند خاص خودشان و خاص آواز خودشان است. شفاهی سرود دارد، یعنی با فولکلور دارد، پیوند با یک طرب‌های تجلی طربناک استرادی دارد و پیوند بسیار مستحکم با متن عمومی سرود خلقی دارد. یک سرود دارد از محترم حاتم، نامه به
بدخشان فرستم آتش به نیستان فرستم. یک آهنگی است که هر کی گوش کند از دفعه اول از این سرود بسیار خوشش می آید. استعداد شناختن سخن و در سخن زیبا، مثلا در غزل زیبا، عکسی صدای دل خود را پیدا کردن برای هنرمند این یک گنج بی‌بها است، یک هنر خداداد است. صدای تپش دردی که در دل هنرمند هست، از بین یک کتابی که مثلا 200 غزل دارد در یک دو غزل پیدا میکند، ببینید چقدر زحمت است، اما او رو پیدا میکند. و این ساعتی به نظرم که خوشبختی هم سراینده است که آهنگش همراه او پیدا میشود و هم خوشبختی ما شنونده ها است که طبع ما از این خوش میشود. یک ساعت ما 5 دقیقه ما روشن میشود، دل ما قدرت تازه پیدا میکند. این وظیفه موسیقی، وظیفه سرود و وظیفه سراینده است. گرچنده که تنها بهادر نعمتوف سالک عالمی موسیقی گردیده باشد هم دیگر برادرانش ناوابسته از کسب و کار دلباخته صنعت موسیقی بودند. با مصلحت دوستان و همکاران بهادر نعمتوف چند ترانه را با هم‌آوازی برادرانش ثبت نمود که امروز این سرودها در گنجینه موسیقی ملت جایگاه خاص دارند. من اویله بهادر نعمتوف را از سالهای 70 عصر گذشته میشناسم. نماینده‌ترین هنرپیشه انسامبل گلشن بودند. مظفر نعمتوف اکای کلونی بهادر یکی از معمارهای نماینده ترین تاجیکستان می بودند. آن کس لауریاتی مکافات رودکی تاجیکستان بودند.
امروز بهادر نعمتوف در عرصه هنر موفق است، ولی برای او این موفقیت آسان به دست نآمده است. در آغاز به عالم موسیقی آمدنش سراینده می‌کوشید که بیشتر آموزد و مشق کند. او در برابر استماع فرمودن ترانه‌های آوازخوانان وطنی باز به شنیدن سرودهای سرایندگان معروف دیگر کشورها نیز میل و رغبت داشت. همین میل و رغبت باعث گردیدند که سراینده در ایجاد آهنگ نیز طبع آزموده در این سمت هم به دستاوردهای چشمرس نایل گردد. این نکته روشن است که نه هر سراینده میتواند آهنگی را ایجاد نماید که ارزنده استقبال باشد. ایجاد آهنگ نیز برای محبوبیت پیدا نمودن بهادر نعمتوف باعث گردید. سبک خود هم سبک سرایندگی، اگر سبک آهنگسازی و آهنگ ها را به نظر بگیریم، سبک خاصی تصنیف خود را دارند. بنابراین بسیار از سرودهایی که اون کس تصنیف کردن، اجرا کردن ماندگار شده است. مثلا چون که این کس امروز از 60 هم گذشت سن و سالشون، ولی آن چیزایی که در جوانی خوانده بودن هنوز هم وردی زبان مردم است. و این نه فقط در بخش سرودهای استرادی، سرودهای گویم مثلا زمانوی، بلکه در بخش سرودهای اجرای سرودهای کلاسیکی هم از همون جوانی تا امروز همیشه مشق میکردن. همیشه با غزلهای هلالی، ناصر بخارایی، خواجه حافظ، سعدی شیرازی، خساب و دیگرها از خودشان تصنیفات درست میکردن و اجرا میکردن. متن‌هایی که از ناصر بخاری بهادر نعمت انتخاب کرد، اول اینکه بسیار متن‌های بلند هستند. سخنشناسان گذشته و بزرگوارانی که در این محیط زحمت میکشند در جای ناصر بخاری را برابر حافظ شیرازی میمانند، در جای میگویند که از حافظ شیرازی یک قدم پیش است، چون که بزرگسالتر بوده است. 7-8 سال از حافظ بزرگوار ما سینه‌شان کلانتر بوده است. امروز از طریق تلویزیون، از طریق رادیو این تصنیف هایی که به اسلوب کلاسیکی انجام یافته است نیز صدا میدهد. مخصوصا به من وقتهای آخر آن چیزی که بر اساس اشعار ناصر بخارایی آماده کردن، این ترانه ها بسیار برای من خوشایند است. فکر میکنم که برای دیگر اشتیاقمندان موسیقی نیز پسند می‌آید. همی عالم مخوری دل، ای عالم غم نمی‌ارزد، و غمگین گشتنی یک دل همه عالم نمی‌ارزد. دو روز عمر در عالم چی باید خورد چندین غم، دو روز عمر در عالم چی باید خورد چندین غم، که اندوهی فراوانش و عمری کم نمی‌ارزد، که اندوهی فراوانش مخور تیغی جفایی و ببوی محرمی لطفاش، که زخمی سوزنه از وی بسد مرهم نمی ارزد. با یک جوگر سعود و مشتری را چرخ بفروشی، نباید مشتری گشتن که یک جو هم نمی ارزد. همی عالم مخوری دل،
نمیارزد و غمگین گشتن یک دل همه عالم نمیارزد دو روز عمر در عالم چی باید خور چندین غم دو روز عمر در عالم چی باید خور چندین غم کی اندوهی فراوانش با عمری کم نمیارزد کی اندوهی فراوانش با عمری کم نمیارزد پری و آدمی در دست و مرغی باد در فرما بر انگشتی سلیمان زحمتی خاتم نمی ارزد اگر هر آدمی را 8 جنت می شود حاصل با یک ذلت کی صادر گشت از آدم نمی ارزد نشاید تازه رو بودن با آب دیگران مازید نشاید تازه رو بودن با آب دیگران مازید یه خندان گشتنی گلگیر یه شبنم نمی ارزد یه خندان گشتنی گلگیر یه شبنم نمی ارزد غمی عالم مخور ای دل که عالم غم نمی ارزد و غمگین گشتنی یک دل همه عالم نمی ارزد دو روز عمر در عالم چی باید خور چندین غم دو روز عمر در عالم چی باید خور چندین غم فراوانش و عمری کم نمی ارزد ای اندوهی فراوانش و عمری کم نمی ارزد ای اندوهی فراوانش و عمری کم نمی ارزد متن‌های انتخاب نموده بهادر نعمتوف باری معنی را به دوش دارند. تا به امروز سراینده متنی را انتخاب ننموده است که عاری از معنا باشد. این نکته را باید یادآور شد که برخی از سرایندگان معنی را خوب درک نمایند هم اما نمی‌توانند که محتوای متن سرودهایشان را به شنونده برسانند. متاسفانه این عامل امروزها در بین سرایندگان در حال رشد است و بی‌شبهه از این عمل به نفوذ موسیقی ملت زیان می‌رسد و بس. سراینده باید پیش از همه سراینده باشد، خواننده نباشد. چرا بلبل روزی دراز نمیخواند؟ چون که بلبل از شوق عطر سحر، تراوت زیبایی گل در محیط سحر مست می شود. بلبل نمیخواند، بلبل میسراید. و شرطی که در علم موسیقی است معنی رس بودن و معنا را رسانیدن. ببینید چقدر ساده است اما سهل نیست. معنی رس بودن و معنا را رسانیدن. معنی رس بودن هم مشکل هست، کار هر کس نیست. معنی را رسانیدن هم کار هر کس نیست. солҳои охир баҳодур неъматов ба эҷодиёти классикон бисёр рӯ овардааст. яке аз сурудҳое ки ӯ месарояд ғами олам махӯр эй дил ки олам ғам намеарзад ба ғамгин гаштани як дил ҳама олам намеарзад. ин суруд бисёр маънии баланд дорад ва барои мо бисёр писанд омадааст. бо завқи баланд сурудро матни сурудро интихоб мекунанд. зеро медонанд ки
متن شرط اولی موفقیت سرود است. کوشش میکنند که در انتخاب متن غلط نکنند. در هنگام خواندن سرود سهو و خطای در متن نرود، زیرا هنگام غلط خواندن متن ذوق خواننده میکاهد. بهادر نعمتوف در مورد با سحر آهنگ در ذهن شنونده جا نمودن معنای شعر کامیاب است. نقطه ذکر شده شهادت به این معنی می دهد که سراینده با تقاضای مضمون و محتوای شعر آهنگ ایجاد نموده است، یعنی او قبلا از محتوای شعر آگاه می گردد. استعداد والای سرایندگی او را به اینابت گرفته راهبر بدیهی ارکستر استرادی گلشن تعیین نمودند. در عنوان راهبری خود این هنرپیشه توانست که نوازندگان و سرایندگان ممتاز استراد را از نو متحد نماید. زرفشان و بدخشان آمده تاجیکستان دولتی ما ثروتی ما شان ما ای دوشنبه شهر وحدت خانه امید دلها. فعالیت راهبری این آوازخوانی محبوب در انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز نظررس و ارزنده وصف است. هنگام راهبریش در انسامبل آریا در برابر ایجاد آهنگ و ترانه‌های نو استرادی باز چند سرودهای خلقی را با طرز نو، یعنی با تابش استراد پیشنهادی مردم نمود. بهادر نعمتوف را از دوری استودنت انستیتوت صنعتی به نام میرزا ترسانده بودنش میشناختم. برای همین منم آموزگار بهادر نعمتوف اگر که گویم که بودم خطا نمیشود. بهادر نعمتوف یک استودنت عجایب بود. آواز خاصی ملایم داشت. تا حاضرم آوازش جرنگاس میزند، تا حاضرم کار میکند. اکنون اینا من که آموزگار بودم، استودنت بود، حاضر در همراهی من آموزگار شده در کنسرواتوریا کار میکند. این زمان بهادر نعمتوف در شعبه استرادای کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف به شاگردان نازوکی‌های پیشه آوازخوانی را می‌آموزاند. بهادر نعمتوف را به کنسرواتوریا تکلیف کردم به حیث مدیر شعبه استرادا. اون کس اینجا آمده یک 6 سال 7 سال مدیر شعبه آوازخوانی استرادا شده. من یک قطار کادرهایی که در تاجیکستان هستند همون کس تیار کردم. حالا هم بهادر نعمتوف در کنسرواتوریا به حیث معلم کلان کار میکنند. وضع صنعت استرادای ما حاضر بسیار خوب رفته ایستاده است. من که در کنسرواتوری ملی کار میکنم و همین روزها میبینم که چخیل جوانا با استرادا شوق هوس زیادی دارند. دانشجویان زیادی میخوانند و هر سال ما چندین نفر آنها را برای صنعت روانه میکنیم. آنها در این یا آن گروه ها، انسامبل ها به کار میروند. حاضر چکلی که ما میدانیم انسامبل استرادی گلشن
خوب فعالیت کرده ایستاده است در نزد وزارت فرهنگ. انسامبل استرادی اوریا در نزد کمیته رادیو و تلویزیونی جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد و گروه های شمس، اویستا، پریم و دیگر گروه ها فعالیت دارند و ما دیده ایستادیم که همین روزها چقدر چهره‌های نو پیدا شدند در استرادای تاجیک و باز هم پیدا شده ایستادند. یک سلسله ترانه‌های این آوازخوانی شناخته بعدوار گرفته شده در دو مجموعه به تاب رسیدند که برای دانشجویان بخش استرادا چون بهترین دستور تعلیمی خدمت می‌کنند. هم میسرایت هم موسیقی ایجاد میکند وای هم بسیار سرودایی که دارد خودش ایجاد میکند. اکنون در کنسرواتوری هم استروداش با نوت در آورده است که در آینده شاگردانش هم این سرودای در امتحانا میخوانند، در محفلا میخوانند. هر کس نمیتواند این کار کردن. میخوام که فرزندانم حتی نبیرگانم کسب مرا انتخاب کنند، با روی صنعت روند. البته برای این پیش از همه شوق و ذوق آنها را با اعتبار میگیریم، استعداد آنها را با اینوبت میگیریم و اگر که استعداد داشته باشند، شوق داشته باشند، من حرکت میکنم که بر همین راهی من روند، بر راهی صنعت روند. لیکن صنعت بسیار راهی بسیار مشکل است، پرپیچ تاب است، پستی بلندی ها دارد و زحمت های زیاد را طلب می کند. جگربندان بهادر نعمتوف نیز پیرو قبلگاهشان هستند. آنها نیز در جاده استرادا تاب می آزمایند. بهادر نعمتوف فرزندان خودش را بسیار با معرفت تربیت کرده است و پسر کلانیش با محمد نعمتوف در کنسرواتوری خود با دیپلم سرخ کنسرواتوری ختم کرد. پسر خردیش کنسرواتوری سنت پترزبورگ ختم کرد. جانی من جانم فدای تو، عشق ای وطن جانم فدای تو. ای جانی من جانم فدای تو، عشق ای وطن جانم فدای تو. عشق ای وطن جانم فدای تو. جانم فدای تو، توفانی خونی من، طغیانی خونی من. ای نبضی زیستن جانم فدای تو. ای جانی من جانم فدای تو، عشق ای وطن جانم فدای تو. ای جانی من جانم فدای تو، عشق ای وطن جانم فدای تو. عشق ای وطن جانم فدای تو.
آتشی دلم از آب و از گلم سوزان زبان ازم جانم فدای تو ای آتشی دلم از آب و از گلم سوزان زبان ازم جانم فدای تو بود و نبودی من ای عشق ای وطن در جنگی تن وطن جانم فدای تو بود و نبودی من ای عشق ای وطن در جنگی تن وطن جانم فدای تو ای جانی جانی من جانم فدای تو ای عشق ای وطن جانم فدای تو ای جانی جانی من جانم فدای تو ای عشق ای وطن جانم فدای تو ای عشق ای وطن جانم فدای تو نبیره های این سراینده ممتاز نیز می خواهند در آینده صنعتکار شوند. آنها همراه بابای هنرمند خود مشق می کنند. یکی گیتار می نوازد و دیگری پیانینو. ما امید داریم که در آینده این نوسفران عالم صنعت موفق خواهند شد، زیرا در سرشت آنها انگیزه صوت و نوا موجود است. ما همیشه با فرزندانم میگم که مادامی که این کسب را انتخاب کردید باید که شب و روز زحمت کشید، جستجو کنید و همه وقت مشق کنید و حرکت کنید که یک چی آموزید، روز تا روز کسب خود رو رونق دهید و با این راه رفتن یعنی که فقط انتخاب کردن و لیکن به جهد به حرکت به عذاب و مشقت کس با یگان چیز نایل نمیگردد. بهادر نعمتوف در برابر صنعتکاری موفق بودن با ورزش هم محبتی بی اندازه دارد. از دوره بچگی ورزش را بسیار دوست می‌دارم و با ورزش مشغول بودم، تا حاضر مشغول هستم و من فکر میکنم که سری اساسی من که من تا حاضر در صحنه هستم، تا حاضر ایجاد میکنم، این مشغولیت من با ورزش است، چون که در تن سالم روح سالم است، یعنی که وقتی آدم سالم است و روحش نیز سالم می شود و میتواند که تا آخری عمر ایجاد کند و صورت‌های نو و نو پیشکش نماید برای مخلصای خود، برای خلق خود. شود با صبر همه کار هم مخور، آسان شود با صبر همه کار هم مخور. تو یار باش اگر نبود یار هم مخور، تو یار باش
بد مکن زیر رفته بود از نامده مپوز تای گرددی دقیقی دشوار و غم مخور دل بد مکن زیر رفته بود از نامده مپوز تای گرددی دقیقی دشوار و غم مخور دل پاک دار و جمله نکن بین و راست گوی این پندی عاشقانه نگه دار غم مخور این پندی عاشقانه نگه دار غم مخور ای بلبلی از این که فتادی بخار غم صد گل شکوفته گردد از این خار و غم مخور ای بلبلی از این که فتادی بخار غم صد گل شکوفته گردد از این خار و غم مخور شادی گذشت و غم گذرد لامحال نیست ما زمودیم تو زینهار غم مخور ما زمودیم تو زینهار غم مخور شادی کم است عمر کم است رفیق کم ناصر بساز با کم و بسیار غم مخور شادی کم است عمر کم است رفیق کم ناصر بساز با کم و بسیار غم مخور آسان شود با صبر همه کار غم مخور آسان شود با صبر همه کار غم مخور تو یار باش اگر نبود یار غم مخور تو یار باش اگر نبود یار غم مخور تو یار باش اگر نبود یار غم مخور سحر صدای بهادر نعمتوف عالیه موسیقی و زیبایی را به ارغشتروی بیدار می کند. از سخاوت استعداد والایش، از فیض سرود و ترانه های مرغوبش، از جاذبه نوای نامکررش بوستان خیال ما معطر و نصرتبار و فرح افزا می گردد. هر یک سرود او در علاهیدگی بزمی را می ماند. بزم نصرت، بزم سعادت، بزم محبت. صدای او پیغام سروش هنر است. والی پرستو ابروی تو حسنی بهاران در روی تو از لال زاران
چون بگذری از عشقی اول یاد آوری نگاه به ما میکنی بردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی از زیر چادرت نگاه به ما میکنی بردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی زلفکایی دانه دانه گر یاری منی بیا بهانه پرسیشی من ماهی یگانه جانا نکنی دیگر بهانه پرسیشی من ماهی یگانه جانا نکنی دیگر بهانه ای میلی کوهستان من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی جان مادرم جان مادرم ایمان بنامت آورم ای کاش باشی مادرم عمر سلامت به سرم از گل باغ من یاد تو چراغ من یاد تو چراغ من رویت گل زیبا همه اسباب‌های موسیقی را هم نواختن میتواند چون که او جمع میکند او اسبابایی که با او عجایب هستند از آدمایی که میمانند میخرد میبیارند و با تحفه هم میکنند من در خانه‌اش بودم که بسیار موزه بر این اسباب‌های جمع کرده است از نخستین قدم‌هایی به عرصه صنعت گذاشتنش هنری بهادر نعمتوف از سرود تا سرود رشد میکرد. سراینده میکوشید که در ایجاد آهنگ هر یک ترانه به تازه‌کاری و نوآوری شرفیاب گردد و البته در این سمت کامیاب هم میگردید. سراینده از ابتدا تا کنون با شاعران و آهنگسازان کسبی همکاری دارد. هنرمندان نازک طبع مانند بهادر نعمت میتوانند که یک زلی که نمیدونم 100 نفر است 200 نفر است اونها را منتظر بمانند بدانند که این کار مشکل است بدانند که برای این اهل تالان خوب نیست اما اون تا را باید جور کنند که صدا خوب بیاد به مانند همین طبیعتی شاعر و طبیعت سراینده وقتی که جوری های پیدا این جوری شاعر و سراینده نمیتواند 100% باشد اما در کدام حالت در کدام احساس وقتی که اینها جور میشوند سرود خوب پیدا میشود سرودهای چون تیغ به دست آری که با همراهی برادرانش خوانده بودند سرودی نظر یزدان سرودی نگاری از بخارا سرودی نمی ارزد بسیار برای من دلنشین است. عشقم آرزایی چون کنم محو گشتم نمایی چون کنم هست عشقم آرزایی چون کنم محو گشتم نمایی چون کنم
سلطنت کردم گدایی چون کنم عقل فرماید زی دلبر شب جدا من زی جانی خود جدایی چون کنم وصلی او دیدم ندارم تا به هجر سلطنت کردم گدایی چون کنم حسن و خلقی او با من غریب با غریبان آشنایی چون کنم مرغ جان را چون هوایی عشقی اوست من بدین جانی هوایی چون کنم ناسی را هجران هم از حکمی خداست چاره حکمی خدایی چون کنم ناسی را هجران هم از حکمی خدا چاره حکمی خدایی چون کنم مستیش خم آرزایی چون کنم محو گشتم نمایی چون کنم مستی عشقم آرزویی چون کنم محو گشتم خود نمایی چون کنم غافلان گویند برگرد از حبیب عاشقم من بی وفایی چون کنم وصلی و دیدم ندارم تا به هجر سلطنت کردم گدایی چون کنم بهادر نعمتов صدای او ارمغان عشق و زیبایی است. استقبال سرود و ترانه‌های او از جانب مخلصان ساز و نوای اصیل با صمیمیت خاص صورت می‌گیرد. این اقدام فردا و فرداهای دیگر نیز باقی خواهد بود، زیرا سراینده هر یک ترانه خود را با مهر و صمیمیت اجرا می‌کند. امید داریم که بهادر نعمتов در آینده باز آهنگ و ترانه‌های مرغوب را پیشکش مخلصانش می‌نماید. در باره شخصیت بهادر اگر گویم، من
خودم همینطور در دوام عمر خود مشاهده کردم که هر عنوان یا هر اعتبار یا هر جایزه‌ای که میگیرن اون کس را هیچ وقت از جاشون تکان نمیدهد. یعنی این آدم از نظر مثلا من هیچ وقت تغییر نیافتم، همیشه همطور خاکسار، همیشه صمیمی، همیشه با همه برابر بودن. بهادر نعمت شاگردی من است، من درس دادم بهادر نعمت، اما روزگار این گونه می شود که در جمله دوستان من است امروز، در جمله دوستان بسیار نزدیکی من است. من برای هم بهادر نعمت، هم برای دوستانم، هم برای هر یک شهروند این تقریبا 9 میلیون نفره تاجیکستان همیشه یک آرزو دارم: امن و امنیت، فیض و برکت، مهر و محبت فراوان. یک روزی غم و شادی گذشت، در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی پیدا شدن در افقشان. باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی پیدا شدن در افقشان. شب بخیر همنشینا، شب بخیر، شب بخیر همزمینا، شب بخیر، شب بخیر همنشینا، شب بخیر، شب بخیر همزمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتابی زندگی. باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتابی زندگی. ای خوشان کس کی در این رد و بدل، شوید و یابد حسابی زندگی. ای خوشان کس کی در این رد و بدل، شوید و یابد حسابی زندگی. شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامگاران، شب بخیر، شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامگاران، شب بخیر. تاریکی و بر یادم رسید، چشمهای خیره بینی مادرم. دورم از او تا کی باشم دست یار، بر نفسهای پسینی مادرم. دورم از او تا کی باشم دست یار، بر نفسهای پسینی مادرم. شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر. ما همه فرزندی ایامی خوده، شادمانیم اندر آغوشی زمان. ما همه فرزندی ایامی خوده، شادمانیم اندر آغوشی زمان. آنچنان خوشنام باید زیستن، تا مبادا کس فراموشی زمان. آنچنان خوشنام باید زیستن، تا مبادا کس فراموشی زمان. شب بخیر همنشینان، شب بخیر، شب بخیر همزمینان، شب بخیر،
شب بخیر هم دیارا شب بخیر شب بخیر هم زمانا شب بخیر شب بخیر مهمانا شب بخیر شب بخیر میزبانا شب بخیر شب بخیر هم دیارا شب بخیر شب بخیر هم زمان و شب بخیر